اینجا هم قلعه بوده که سربازان رومی در 3000 سال قبل برای اروپا که می آمدن در جای مخصوص خودشونو می نشستن و این هم قلعه بوده که سربازاشون تو اون محفوظ بودن و نگهداری میکرده. و اینم آقا فرهاد گل ماست که روش گردونده دار تون میخواد بره. نسرین خانم هم به ما توجه نمیکنه. سیمی خانم هم چند گتوان سرش بارون میاد، یک کم بارون میاد. بریم. اینم سیستم حمام قدیم بوده که شما لازم میکنید یه جا آتک. نه الان ما داریم که فقط زمین آقا این خانم دختر رو همون آره چیزه همین زنانه بوده. آره یا مردونه است. ابزارهای قدیم. این هم نسرین خانم چرا نمیگه. این هم یک کلاهخود آهنی و ابزار جنگ قدیم که در آلمان ساتربرگ پیداست. این هم نیزه‌های مختلفی که در زمان قدیم می جنگیدن. این هم سرنیزه هاست که بهشون چوب می زدن و آماده می شد برای حالا میبینی که نوش اینه، قدیمیش اینه. اینا هم چون جنسشون قلابی بوده زود خراب شده. آمده 1000 سال خورده. 1000 سال که عمری نیست. ما 30,000 سال داریم. این هم بقیه ابزارالات قدیمی که من جمله شیشه و سنگ و دنده بساط هست. البته به اتفاق بازم سرکار تک سردبیر هم رنده و ابزار و آلات قدیمی. خط دندون قرمز. این هم خط مسیری که رومیا به آلمان و ایمرا می آمدن. ما داریم میگیم که منطقه فرانکفورت هم میشون میدونه. این هم فرانکفورت و این هم منطقه‌ای که ما هستیم. این هم میدونای کفشای قدیم. هر کدومشون 5 تا زن داشتن و دوستاشون موقع زندگی میکرد. به نام آقای فرهاد گل ما که این امروز تمام وقتش رو ما گذاشته و ما رو ورده توی این موزه ها و این آور داره میچرخونه. قصر زالبورگ. یک دنیا سپاس گذاریم از این آقا فرهاد گلمون که جلومون ایستاده. خدا خوش میگذره. خیلی ممنون. انشالله که خدا شما رو از ما نگیره. مرسی. ممنون آقا شما. 5 سال اومده بود. نه تو بهش بگو تو به چه اجازه دختر دایی دختر خاله زن منو گرفتی؟ دختر خاله ما رو از کجا دیدی؟ تازه واسه من داره تعریف میکنه امیر شما یک بار گشتیم یه دختره یه بار گشتیم یه چی شده زنه اینا رو یه خورده عقب انداخته؟ باش خیلی مسابقه مامانشو داره میفهمی؟ خودشونه که میگه من فراموش نمیکنم دیگه چرا باید این کارو بکنم مامانم. چیکار کرد مامانش مثلا هی برای تقصیر خودش اصلا زن برادر مثل که خواهر خودته چه فرقی داره ها به قرآن مجید من میرم تهران من دارم هر چی بخوام من چی بخوام اون به من بده تموم شد و رفت دیگه موقعم که دارم میام هر چیزی که میدونم خوشش میاد هم تو بار میکنم دارم جبلم میشم
اینجا اصل مطلب اینه که شمالی ترین، معروف ترین، شمالی ترین Arturo de Las Vegas. Okay, super. Woo! Also, wollen wir mal schauen, wie das mit dem Ladies Headquarters ist? Und 1, 2, 3, 4. Ja, 5. Ja, das müssen die Jungs erstmal nachmachen. 5 Treffer. Für die Mädels. 1, 2. Einmal noch. Otra más. Oder Männchen? Geldbeutel? آقا این خیابون چیه آقای فرهاد جان؟ خیابون فرسکاس است. طول خیابونم فکر نکنم بیشتر از 500 متر باشه، ولی جاییه که ماشین رو نیست، فقط هم رستوران و کافی و بعضی شاپ‌های خیلی. تشم پارکه. تش هم یه پارک پارک. نیست، تش آپه هاوس آلمانه. منم نگاه کردم خیلی قشنگه، مثل گلش 5 تا بلریان ریز $200 هم خریده. خلاصه ما قایم کردیم، بعد میترو گفت دیگه حالا بشنده بذار اقلا تولدش بدی که یه جا باشه. گفتیم باشه. دیگه تولدش ما اینو بردیم دادیم بهش. یک ذوقی میکرد، کیفی میکرد. When you gonna buy the ring for me؟ گفتم حالا پدر سوختونو بذار شوهرمان یک کسی برات بخره، همینقدر بسته. ما when you gonna buy necklace for me؟ تا همین. گفتم من خودم دارم بهت میدم دیگه نمیخواد بخرم. قشنگ از ایران خریده بودم. این اومد نشسته بود ایران. چیز سارا بهش گفته بود که اگر تو بذاری مواهر نداره، ولی هرچی هم داشته داده به میترو اینا. خودش داره هنوز به سر کلش میندازه، اما هر چند وقت دفعه برای سارا لباسای خوشگل میخره. اونم میرسه. آره اون اصلا خوشش جیگرش هم میده. آره نفسش هم به اینا کنترلی میخره، اینو میخره اونو میخره. خیلی برادرها برای
یعنی بهت بگم همینه که میگی آلمانی آمریکایی هم اصلا مثل ما نیست. تو چی میگم تازه مادر خوبه. مهدان گفته یه چیز برای ما خرید، ما رفتیم اینو براش خریدیم. خوشگله؟ آنکسه نه؟ آره خیلی قشنگه. آره دروغ چرا قربون برم والله امروز خونه آقا منوچهر هستیم و از ما یک کلی پذیرایی کرده آقا بهروزمون که گل اول ماست. Deswegen wollen sie für Manuki, die angeblich fast pleite ist, nur durch dass diesen Goleo da die Lizenz kriegt. Ja, aber die haben gesagt, das hätte ich Hier Frankfurter Stadion. آقای Die haben gesagt, er کیوین hatte doch letztens Insolvenz angemeldet. اینم سارا خوشگله Dachten hat er könnte sich durch den Goleo wieder retten und es hätte aber wohl nicht geklappt, da die Goleo مشی خانم گل was konnte. Am Anfang hieß es hier, wann ist es بهروز im Forschungsproblem molekulär soll eigentlich helfen. Ja, ja. Das ist etwas dubios, man weiß es مثل مانفرد Die kommen ja alle aus Thailand, glaube ich, wenn die produziert werden. Ich musste gehen. Ich wurde zwei bestellt. Danach habe ich wenigstens 100. Das sind 3. ماندیا و Kommen nach Hollywood. سویلا مامان من چرا نمیدونم Ole, ole, ole. بگم ولی جون خودم به هیچ کی نگید. Meine Güte, jetzt müssen wir aber viel essen. هیچ کی ندونه. بعد یه دفعه با حامد سر سفره نشسته میگه آقا منوچهر گلمون حالا ما هر حرفی که باید پخش کنیم عزیزمو بگیشتیم عزیز یا ماهی چی آقای گل ماهی آزاد میگن ماهی لاک. این از اون ماهیاتی که آب ببینه شروع میکنه به شنا دوباره ها. الان یه دقیقه نمیگه دقیقه حرف نزن. آب Könnte auch französisch sein. Das ist deine چایی آره چایی. بذار من بیارم. Nadja, willst du auch Kuchen? Wie viele Schuhe hast du denn? Weil ein Schuh ist von Nadja. Wie viele Schuhe hast du? مدرک جمع Zwei Schuhe hattest du noch? Ja. Dein anderes Schuh ist hattest du? Da müssen wir suchen. آقا مهدی یه چیزی بگو که بعداً دیدیم هم خیلی خوش آقا فراد اون نشد خراب شد دوباره باید بگه دیگه مدرک کم داریم دیگه اول بردیم میخواد از این برام میخواد تا اون برام با ما ببره گفتم با بچه من نمیتونم بزرگ بچه کوچیکه این باید بشه یعنی من نمیتونم میگه فعلا نمیتونم اگه خیلی دلت میخواد تنهایی برو ولی من با بچه فعلا آقا من چرا اون دفعه عوضی شده بود حالا درست شد برای جان فکر کنم تو فکری من بهتره.
نوش جونته. اصلا به افل کخل خرزم تو نخوردی که من فعلا چیزم این چیه امتحانم فرادم هی میره اون گوشه قایر میشه من میخوام لقمه‌مو کسی نشکنه ببین اینجا بعد امتحان کنیم ما چاکرشم. یعنی ممنون یکیه این هم ببین تو گفتی ای خدا آقا مرسی خانم